در این هنگام زمزمه آرام پرندگان طنین به خصوصی داشت. عطر درخت‌های در حال شکوفا شدن جنگل رو پر کرده بود، چون بهار تازه نفس از راه رسیده و به هر شکلی میخواست به همه موجودات روی زمین به که من اومدم از من لذت ببرید. خوش باشید. همینطور شما روباهای کوچولو. خیلی شیطونم کار. هر چی شیطونی کنن عوضش قوی میشن، به خصوص که مادر صبوری مثل تو دارن. در کنار تو پدر فداکار راحت میشه یه مادر خوب بود. کاک این یه چون نگاه کن چقدر ورجه بوزه میکنه. به پدر بزرگش رفته، چون اونم خیلی شیطون و قوی بود. آره من شنیدم اون بین دوستان و آشناهاش لنگه نداشته. میگم چطور اسمشو بذاریم بوک، چون اسم پدر بزرگش هم بوک بود. بوک؟ والا من حرفی ندارم، هر طور که میل توه. فقط امیدوارم که تو زندگی موفق بشه. امیدوارم که اینطور بشه، ولی باید بوک کوچولو رو بسپریش دست خدا. شیطونی نکن بچه. اینم گوشوی منو پاس میگی؟ اگه قرار نشده چی میگذره ما بین خودمون باشه. خیلی خوب بهتر ساکت باشی. از اون گاز میگیره مدت چی هستی میگم. برای امروز دیگه کافیه، بهتره بیاین بخوابین. یالا دیگه بیاین بخوابین بچه ها. بوک تو هم بیا بگی بخواب. خیلی خوب الان میام، ولی مادر آخه چرا ما باید انقدر زود بخوابیم؟ داشتیم بازی میکردیم دیگه. آخه بازی هم اندازه‌ای داره. بخواب پسرم، فردا صبح بازم بازی میکنیم. خب منم بهتره برم دنبال روزی بگردم. آره کاک برو، چون به محض اینکه بیدار بشن غذا میخوان. بسیار خوب الان میرم. بچه ها گاز دوست دارین یا ارده؟ خروس بیار بابا. تو که هیچ وقت سیری نداری. بهتره به جایی که بگین چی بیار چی نیار دعا کنین که پدرتون صحیح و سالم برگرده. چرا که سالم برنگرده مادر؟ که پدرت میره شکار و شکارم یه خورده. خیلی خوب حالا بگیرین بخوابین بچه. بگو شکار چطوریه مادر؟ شکار کار خیلی خطرناکیه. حالا دیگه بگی بخواب بوک. برای تو دل واپسم کاک، مواظب خودت باش. نگران من نباشینی، میدونم چطور مواظب خودم باشم. من خودم میرم که مواظب پدر باشم. آخه تو اونم حواسش پی شکار قوز و اردک و خروس باشم. روباهه اینجاست، مواظب باشی. روباهه اینجاست. بالاخره یه روزی خدمتت میرسم که اینقدر زبون درازی نکنی. اگه پدرم این کارو نکنه خودم خدمتت میرسم. تا دیگه چی میگی کوچولوی از خود راضی؟ هیچ کی تا حالا نتونسته با من مقابله کنه. کی از خود راضیه فسقلی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ من اومدم که مواظب شما باشم پدر جون. دستت درد نکنه، فقط همین یکی رو کم داشتی. بخواد چه کسی رو بفاد. چه روزگاری جرأت داری بیا پایین. ساکت باش بوک، اینا پرنده هستن، یعنی پرواز میکنن، در ضمن خیلی هم سریعن. کاملا درسته، من پرنده هستم و پرواز میکنم. چطوری این کارو میکنه؟ گفتم که اونا پرنده هستن. ای کاش منم میتونستم پرواز کنم. برگرد برو خونه بوک، حتما مادرت دنبالت میگرد. خب پس کی مواظب شما باشم پدر؟ چی داری میگی؟ مگه تا حالا تو مواظب من بودی؟ حالا برو خونه. پدر بذاری منم باهاتون بیام. برای بار آخر میگم برو خونه. طفل معصوم، اون واقعا مثل پدر بزرگشه. پس چرا اسم پدر بزرگم رو گذاشتیم؟ اسم من بوکه. شکارچی‌ها باید از من وحشت داشته باشه، چون هیچ کدومشون جرأت واسدن سر راه اونو نداشتن. وای خدای من، یه سنگی متحرک چشمکم میزنه. چه خوب شد، حالا منم شکار میکنم. چقدر عجیب غریب راه میره. میگم اگه مثل اون بپرم حتی فکر میکنه من خودش هستم. درست میدم یا نه؟ یعنی اون از خیشتن ماست یا نه؟ اون یه روبای قورباغه است یا یه قورباغه روبا؟ یه روباهه کمک کنید. چطوری شده میگیرمت؟ خب پس پریده توی آب همین. آره ولی خیالت راحت بشه، من از رو نمیرم، انقدر اینجا میشینم تا بیای بیرون، اون وقت میگیرم و میخورمت. تو فقط باید بگو کنی، میفهمی چی میگم؟ بقیه کارا رو بذار به عهده من. تو فقط بخون.
تا جاییم که میتونی بلند بخون که همه صداتو بشن. خیلی خوب، ولی اگه بخونم روباه میاد اینجا و کارمون زاره. وای خدای من، وای خدای من، اینو چقدر خنگ آفریدی. خب منظور ما هم همینه، ما میخوایم که اون بیاد اینجا و یه جوری ترتیبشو بدیم. شیرفهم شدی یا نه؟ ولی اون منو میخوره، نه تو رو. میخوره؟ چی رو میخوره؟ چرا انقدر چرند میگی؟ تو فکر میکنی اینجا چی هستم؟ لولو سر خرمن که نیستم. هستم؟ نه نمیشه، حسابی باید حالیش کنم جریان چیه. اینجا که از تو مواظبت کنم، مراقبت کنم، میفهمی؟ خب شروع کن. نه اصلا خوب نیست. سعی کن صدات مثل یه خروس واقعی بلند و صاف باشه، مثل اونایی که احساس امنیت میکنن و به هیچی مشکوک نیست. منظورت چیه؟ یعنی باید به چی مشکوک باشه؟ خب مهم نیست. خیلی خوب، مثل یه خروس واقعی فقط بلند و صاف بخون. بلند و صاف؟ از اول ببینم خوشت اومد؟ ادامه بده، بازم ادامه بده. این مارتینه که میخونه. چه عجب، بالاخره بعد از مدت‌های صداش در اومد. ببینم تو مطمئنی اون مارتینه که میخونه؟ چون اون باید حالا خواب باشه، اما خودمونی ما اگه اون باشه واقعا صدای نکره ای داره، مگه نه؟ قطع نکن، ادامه بده. داره من از صدا خب اومدم اینقدر بیتابی نکن آقا. یه چیزو نباید فراموش کنم. بهتره مواظب خودم باشم، چون ممکنه اون سگه باهور اون جاها کشید منو بکشه. هیچ وقت نباید بیگدار به آب زد، چون عاقبت خوبی نداره. بی خود ترسیدم، صدای در بود. پس قصد شما دوتا این بوده. عجب حیله‌ای به کار بردن. یه خروس و سگ با هم کنار اومدن، فکر کردن میتونن منو گولی بزنن. خود زد باش مارتین، آروم باش. فقط بگو چه خبره. تو از اون بالا بهتر میتونی ببینی. نمیتونم ببینم. مارتین چقدر خنگی. اون کجا رفت ها؟ من اینجام واقع. خیلی راحت دستتو خوندم. تو نمیتونی به من ترک بزنی. اینجای رو بر مکان، الان حسابتو میرسم. وایسا ببینم. بگیرش ماهور، زود باش گلوشو بگیر و خفش کن. اصلا بهش رحم نکن. زود باش ماهور. مفت خوره بی مصرف. فکر کردی میتونی منو بگیری؟ مثل این که داره میاد. باید کلکی بهش بزن. حالا هر قدر میخوای بو بکش دوست من. دیگه از این به بعد نمیتونی منو گیر بیاری. خسته نکن. این امکان نداره. یعنی اون کجا رفت؟ من حتی صدای پاشو میشناختم. کمک داره مارتینو میبره. اینجا باشه نیستش. خب پس بازم به هم کلک زد. از توی آب رد نشده، برگشته با اون خروس ابلاو گرفته و با خودش ورده. من یه چیزی شنیدم بچه ها. چه شنیدی؟ بطوره؟ اون کاج بدجنس دوباره به ماهور کلک زده. اون حقش بوده، چون این نواخر آرش میمد با ما حرف بزنه. خیلی به پوزش میل خودی که نتونه بو بکشه به چه نک میخوره؟ عجب داستان غم‌انگیزی، همگی به خاطرش یه زوزه بکشید. تو تا حالا کجا بودی باهو؟ اون روبای لعنتی بازم اومده بود که ما رو ببری. ما خیلی ترسیده بودیم. خیلی بد شد. اون به من کلک زد. آبرو دیگه رفت. بیچاره کورا. اون روحشم خبر نداره. معلوم نیست الان کجا هست. بدبختی بیچاره. من چی پیدا کردم؟ اون یارو شکارچی هست.
وای سگشم همراهشم. حالا چی کار کنم؟ خروس سرم از دست دارم. آه نه، خروسه رو پیدا کرد. مثل این که هوا پسه باید بزنم به چپ. نمیخوای نیا بیرون، ولی من بالاخره یه روزی میگیرم. حالا دیگه میدونم کجا زندگی میکنی. خدمتت میرسم سنگ پرنده. اوه، هوا حسابی روشن شده. پدر باید برگشته باشه خونه. مثل اینکه کتکه رو خوردم. ممکنه هر دوشون به خاطر خونه نرفتن منو بزنن. این بوی همون یاروست. وای چقدر میترسم. ای خانوادم از اینجا رفتن نیستن. یعنی برای چی از اینجا دور شدن؟ بهتره یه جا قایم بشم. ولی من تنها خیلی هم خدای کمک. جانمه یه مرغابی. اون باید خیلی خوشمزه باشه. مادر خیلی خوشحال میشه اگه یه مرغابی برش ببرم، ولی اون خیلی گنده است و منم که تنها هستم. آخه دست تنهایی چی کار میتونم بکنم؟ خیلی هم گرسنمه. خدایا چی کار میتونم بکنم؟ ببینم پسر کی هستی روباه کوچولو؟ من ووک پسر کاک هستم. خیلی هم گرسنمه، نمیدونم چی کار کنم. جلوتر بیا ووک پسر کاک. بگو ببینم چرا فرار کردی؟ من فرار نکردم، بلکه گم شدم. از خانواده‌ام جدا شدم برای شکار، ولی گمشون کردم. حالا نمیدونم اونا کجا هستن. ممکنه بیان دنبالم. مثل این که هنوز چیزی نمیدونه. مادرت نمیتونه بیاد دنبال تو. اون نمیتونه بیاد؟ نه، اون منو فرستاده پیش تو. اسم من کارگه. ما با هم فامیلیم. بنابراین باید با من بیایی. میتونی راه بیا؟ البته که میتونم راه بیام. دویدنم بلدم. پس بهتره بریم. یالا دیگه معطل چی هستی؟ یالا مگه نمیشنوی چی میگم؟ مرغابی چی میشه؟ بذاریم همینجا باشه. تو راجع به چی حرف میزنی؟ یه چیزی صدا کرده، یه مرغابی گنده افتاد اون پایین. تو خیالاتی شدی ووک. اونجا چیزی نیست. تا حالا سابقه نداشته شامه من خطا کنی. من مطمئنم که میگم و میتونم جاشم نشون بدم، چون خیلی گرسنه هستم. بذار یه درسی بهت بدم. اینجور موقع ممکنه برات یه تله گذاشته باشن. نه واقعا که شامه خیلی خوبی داره. معلوم میشه خونه بوک پیر تو رگاش جریان داره. خیلی خوب پسرم. من همون بالای تپه بوشو شنیدم. فقط میخواستم شامه تو رو امتحان کنم. بسیار خوب. همینجا وایسا بذار اول من برم. حالا میتونی بیای. هیچ خطری نیست. فقط همین رو گذاشتی برای من. تو خسته نیستی؟ چطور استراحت کنیم؟ خیلی خوب، پس بیا بریم خونه من. سربالایی رفتن سخت.
خب چطور دوست داری راه بری؟ تو دوست دارم همه سرپایینی باشه. ولی مثل این که سرم داره گیج میره. نمیتونم پایین رو نگاه کنم. نگران نباش، من خودم میبرم. مواظب باش منو نندازی. برای چی جواب میدی؟ یه چیزی بگو. ببینم لال شدی کارا؟ نه جانم، لال نشدم، ولی اگه جواب تو رو میدادم الان له و لورده و پایین افتاده بودی. وای، من اصلا به این فکر نیافتاده بودم. من خیلی احمقم. واقعا احمقم کارا؟ نه تو احمق نیستی. موضوع اینه که تو هنوز به اندازه کافی تجربه نداری. خب رسیدیم دیگه بخونم. کارا دارم گوش میدم بود کوچولو. خوبه که اینجا. آخه خیلی خوابم میاد. خب بگیر بخواب پسرم. اصلا لازم نیست نگران چیزی باشی. اینجا کاملا در امان هستی. هیچ کس نمیتونه بیاد این بالا، حتی اون شکارچیه که همه ایبون از دلوره اون خواب ندارن، حتی باهور اون سگی که خیلی ادعاش میشه. حالا بگیر بخواب. من کارایی دارم که باید برم انجام بدم. داری میری شکار؟ خودم هم نمیدونم، شاید. خب پس چرا نمیپرسی چی باید بیاری؟ از من سوال کن، مرغابی یا خروس. چون پدرم همیشه میپرسه چی میخواین و همونو برامون میاره. خب چی دوست داری بیارم پسرم، مرغابی یا خروس؟ مرغابی و یه قایزم بیار و یه دونم خروس. و یه خروس. خیلی خوب، حالا بگیر بخواب کوچولو. بخواب. خودتو جونم. عجب احساس گشنگی میکنم. دلم داره از گشنگی قش میره. چیم؟ برم ببینم کارک چی کار کرده. هیچی نیاورده کارا. چه گلای قشنگی در اومده. واقعا دیدنی هستن. چه بوی خوبی هم داره. یعنی کارگم این بو رو حس میکنه، ولی فکر نکنم چون اون خوابه. خب بلند شو از خواب. اینقدر نخواب کارا. تو دیگه شورش رو در آوردی. از خواب بلند شو بریم شکار. هوا خیلی خوبه. اینقدر حرف نزن بوک، ساکت باش. شکارم بریم. ولی فعلا وقتش نرسیده، بذار بخوابم. ولی برای من وقتش رسیده. برای من الان وقت خوبیه. من هر طور شده تو این هوا باید برم شکار. کارک زود باش. ساکت باش. گفتم که حالا وقتش نیست. میدونیم چیزایی هست که تو باید حتما یاد بگیری بوک. روباها روز میخوابن، خوب انرژیشون رو جمع میکنن و نزدیکی های شب میرن شکار. حالی شد؟ ما روباها همیشه شب به شکار میریم. به گوشت بسپار. آره ولی اگه من دلم بخواد که روز برم شکار، اون وقت چی میشه کارک ها؟ یعنی اون وقت من روباه واقعی نیستم. این حرفا چیه میزنین؟ اینقدر خودتو با این افکار پوچ عذاب نده. منم عذاب نده. بذار یه دقیقه کفه مرگم و بذارم بخوابم. حیف که الان هوا روشنه. اگه هوا تاریک بود من الان کلی شکار کرده بودم. باشه. اگه نمیدونیم ما روباها نمیتونیم روز شکار کنیم، بریم شب برگردیم اینجا. هی کارا، اونا میخوان ما رو اذیت کنن. کی میخواد تو رو اذیت کنه؟ ببینم تو میتونی برای یه دقیقم که شده منو تنها بذاریم؟ نمیخواد از اونا بترسی. اونا فقط صدا میکنن، اصلا کاری به ما ندارن. حالا بگیر بخواب. باشه والا من باید جوری عصبانی میشم. باشه خیلی خوب کارک، دیگه اصلا حرفی نمیزنم. این دفعه دیگه چت شده؟ این دفعه دیگه چه کلکی میخوای سوار کنی؟ ببینم چه چیزی گفتی کارک. اگه اشکالی نداره لطفا دوباره بگو ببینم چی گفتی. فقط گفتم که بگیر بخواب و کوچولو. باریکلا بچه خوب، بگیر بخواب. باریکلا بگیر. اگه کسی خوابش بیاد راحت میخوابه. تو دیگه کی هستی؟ مثل اینکه نمیخوای بذاری من بخوابم. خیلی خوب، خودت اینو خواستی.
حالا کاری میکنم تا دیگه مزاحم روباهایی که باید روز بخوابن نشی. چقدر بد بود و بدمزم بود. حتی اونی هم که پرواز میکنه به اندازه این یکی بده. من که دیگه نمیخوام. این چیه که سر میخوره؟ مثل اینکه اینم خیال داره مزاحم ما روباها بشه. آره مزاحمت اونم تو روز روشن. تو به هستی حالا شناختن. های همش تقصیر کاراگه. آخه چرا نمیشه روز دنبال شکار رفت؟ حالا این همه راه چطوری برم بالا تا برسم به کاراگ؟ چطوری برم؟ خدا جون مواظب باش نیفتی بچه. میدونی تقصیر من نبود که اصلا برای من مهم نیست بود. آخه چرا؟ مهمترین چیز برای تو که تازه زندگی رو شروع کردی اینه که بفهمی همیشه باید گرسنگی رو تحمل بکنی. نباید به خاطر یه لقمه غذا جون خودتو به خطر بندازی. حالی شد؟ آره تقریبا حالیم شد کاراگ. بالاخره همه چیز رو یاد میگیرم. همه چی رو، حتی طرز خوابیدن و اما اون که راجع به گشنگی گفتی خواهش میکنم از دست من عصبانی نباش چون این چیزا رو نمیدونم. حالا به هم بگو که اصلا از دست من عصبانی نیستی کاراگ. خواهش میکنم. اصلا عصبانی نیستم هوک و برای اینکه بفهمی دارم جدی میگم تو رو با خودم میبرم شکار. اینو جدی میگم. جانمی ما میریم شکار. ما داریم میریم شکار. از این بهتر نمیشه. کاراگ و بوک دارن میرن شکار. ما داریم میریم شکار. جانمی ساکت باش بچه. نباید کسی خبر داشته باشه که تو داری میری شکار. سکوت یعنی امنیت و امنیت یعنی زندگی. البته مهم نیست همه چی رو با گذشت زمان بالاخره یاد میگیری. یادم بده کاراگ. همه چیزو یادم بده. خیلی خوب. ببینم بود یادت هست که بهت گفتم چه چیزی بهترین دوست یه شکارچی خوبه؟ بهترین دوست یه شکارچی خوب یه بچه خوبه یعنی بنده. فکر نمی‌کنی یه کمی زیادی از خودت راضی هستی؟ از این بابت معذرت میخوام. حق با توی. بهترین دوست یه شکارچی خوب که تو هستی کاراگ و منم بعداً خواهم شد. یعنی بالاخره میشی آره میشی. حالا حرفتو بزن. بهترین دوست یه شکارچی خوب تاریکیه. آفرین. حالا بهتره که راه بیفتیم. کاراگ دیگه چی میخوای؟ شده 3 تا. چی شده 3 تا؟ که حالا 3 چیز یاد من دادی کاراگ. خوابیدن در روز، تحمل کردن گرسنگی و ساکت بودن. نه 4 تا. یکی هم اینه که تاریکی بهترین دوست ماست. همه رو یاد گرفتم کاراگ و یادم هم میمونه. تاریکی با تاریکی میشه 4 تا. کجا داری میری؟ دارم میرم شکار. چون من هر 4 تاشو بلدم. شکار آخه چطوری بود؟ مواظب باش قدمات اینطوری باشن تقریبا مثل من. یادت باشه نباید مسیر خودتو عوضی بری. طوری راه برو که انگار یه سایه‌ای. فهمیدی؟ سایه؟ درست مثل یه سایه. حالا امتحان کن. چطور بودم؟ ببینم عین سایه بودم. مثل سایه را میرفتم. موقعش بهتر یاد میگیری. حالا دنبال من بیام. معذرت میخوام ببخشید. موضوع خیلی مهمه ووک. تو منو میبری شکار یا من دارم تو رو میبرم؟ معلومه شما داری منو میبری. خیلی خب حالا شروع کن بو کشیدن و مواظب باد باش. چشم همین الان این کارو میکنم. مواظب باد باش یعنی چی؟ خب میخوام ببینم میوزه یا نه. درسته مواظب وزیدنش هستم. نه خیلی آقا
باید ببینی باد از کدوم طرف داره میوزه. باید دقت کنی ببینی باد بوی تو رو کدوم طرف میبره و الا ممکنه شکار از وجود تو با خبر بشه. 5 تا بابا میشه 5 تا. چی میشه 5 تا؟ خوابیدن در روز، تحمل گرسنگی، ساکت بودن، تاریکی بهترین دوست ماست و اینکه باد از کدوم طرف میوزه. این پنجمین چیزیه که تو حالا یادم دادی. بازم اگه چیزی هست بهم بگو، من گوش میکنم. دارم بوش میشنوم، میتونم پیداش کنم. الان پیداش میکنم. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. چی پیدا کردی؟ شام امشبو. عالی عالی عالی. حالا خیلی چیزا یاد میگیری پسر جون. باور کن دارم از خنده روزبار میشم. عالی عالی. اینجوری داری وقت تو تلف میکنی. عالی عالی. گوشت اینا به این سادگی ها بیرون نمیاد. عالی عالی. اگه احساس کنه خطری وجود داره جمع میشه و به صورت یه توپ تیغی در میاد و دیگه نمیتونی بیرون. عالی عالی عالی. خب اگه پوزشو بگیرم چی؟ عالی عالی. وقت لقمه خوبی میشه. چی از این بهتر که دم دستمون رو میتونیم بخوریم. عالیه. تو همینی میخوای؟ آره ولی تیغامو چی کار میکنی؟ زدم و بی دماغت که تیغ نداره، دماغت تو میخوری. علی حالم به هم خورد. حیف که وقت نداریم و اینا سر فرصت پوستتو میکندم. خدا رو شکر که وقت نداری. عالیه شکارچی جوان. عالیه 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 عالیه. اینقدر تو نره. سعی کن ساکت‌تر حرکت کنی. مگه بهت نگفته بودم باید مثل سایه حرکت کنی؟ چرا بهم گفتی؟ باید ساکت باشی و گوشاتو تیز کنی که همه چی رو بشنوی. چشم کاراک، از این به بعد دیگه اشتباه خیلی نمی‌کنم. خب دیگه بریم. کم کم منم داره گشنم میشه. یه چیزی داره میاد این طرف. اونجا رو نگاه کن. اون یه گربه است. از ده اومده بیرون و خودشو جزو افراد جنگل به حساب میاره. بهتره دور اونو خیل بکشه. البته گوشتش خوشمزه است ولی خب پنجه‌هاش خیلی خطرناکن. من روباهایی رو دیدم که فقط یه چشم داشتن. علتشو پرسیدم دیدم کار این گربه بوده. احتمالاً دنبال آشیانه مگه تو آشیانه زندگی نه می‌کنی؟ بابا، میخواد هرچی تو آشیانه هاست ببره. شاید هم داره دنبال موشایی که لای ریشه زندگی میکنن میگرده. پس داری دزدکی منو میپای ها؟ آره کوچولوی قرمز، مثل اینکه تا حالا یه گربه واقعی ندیدی کوچولو. خب پس بهتره خوب منو تماشا کنی و با دقت به پنجه های من نگاه کن. اون چطوری از وجود تو باخبر شد؟ ولی من مثل یه سایه بی صدا بودم. آره ولی گذاشته اون چشماتو ببینه. چشمات میدرخشید. میبخش ولی تقصیر من چیه؟ من هر کاریم بکنم چشمان میدرخشه کاراک. خیلی خب مهم نیست. اون یه جای خوب برای استراحت پیدا کرده. امکان نداره قبل از صبح بیاد پایین. ضمناً این به یادت باشه وقتی به شکار نزدیک شدیم باید چشماتو ببندی. ولی خب اونطوری هم که نمیبینم و اگه نبینم چطوری میتونم شکار بکنم؟ باش آمد پسرم. چشمای برآمده و درخشنده تو رو همه میبینن و اگه شکار تو رو ببینه چیزی برای خوردن نداری و اگه چیزی برای بهتره دربارش اصلا حرف نزنی. و اگه چیزی برای خوردن نداشته باشی مثل اون ماره ضعیف. من نمیخوام ضعیف باشم. اینجا مواظب باش. مواظبم. ناراحت نباش. دفعه دیگه حواستو جمع میکنی و از این اتفاقا نمیفته. این چی بود؟ نگاه کن اونم مثل منه. چشمش مثل چشمای من میدرخشه. اونم نمیتونه شکار کنه. شام خوشمزه‌ای خوردم. مگه نشنیدی این همون جغد پیره؟ حالا فهمیدم. اون گفت یه شام خوشمزه خورده. چشماش میدرخشه، سر صدا هم میکنه. با این وجود که شام درست حسابی خورده. ولی ما که مثل سایه راه میریم ساکت هستیم. تو یکم بهترین دوست ماست. هنوز گرسنه هستیم کاراک. به نظرتون یه کمی عجیب نیست ها؟ او گفتنم کاره. اونو ولش کن. اون از شکارهای تو نمیخوره. معمولا موش میخوره و نگران چیزی هم نباش چون چیزایی که اون میخوره تو اصلا نگاهشون هم نمیکنی. ای موجودات مسخره 14 دست پا، فکر میکنید خیلی بامزه هستید که منو مسخره میکنی؟ بیمزه ها. ولی خب باید مواظبش بود چون پنجه ها و منقار خیلی تیزی داره. جرأت نمیکنه بیاد پایین. خیلی خب یالا نباید بیشتر از این وقت تلف کنیم. چیزی به سم نمونده. تو رو خدا اون پایین نگاه کن. به این میگن بدشانسی بزرگ. آدم شب بیروزه
میگم بقیده من بهتره بریم تو علفا. اونجا اقلا یه قورباغه‌ای پیدا میشه که بخوریم. تو هم میتونی چیزایی که یاد گرفتی اونجا عمل کنیم. آره بقیده منم باید همین کارو بکنیم کاراک. یه بوی میاد. این دیگه چجور بویه؟ این بوی اون یارو شکارچی هست و اونم که اونجاست خونشه. اونجا زندگی میکنه. هیچ وقت بهش نزدیک نشو. این از هر چیزی مهمتره. اصلا نباید فراموش کنی. یعنی از تشخیص جهت بادم مهمتره؟ بله خیلی مهمتره بوک. هنوز موجود دو پا رو نشناختی. فهمیدم. پس اون بود که تمام خانواده ما رو تار و مار کرد. آره اون بود بوک. تو حالا تو خونش رفتی کارا؟ چی داری میگی؟ من یا هیچ روباه دیگه ای تا حالا اونجا نرفتیم. سگای زیادی ازش محافظت میکنن. یه چیزی هم داره که اگه به هر جنبنده ای بخوره نقش زمین میشه. اون خیلی خودخواه. فکر میکنه هرچی روی زمینه مال اونه. صبر کن موجود دو پا، صبر کن. بالاخره یه روز سزای عمل خودتو میبینی. من انتقاممو از تو میگیرم. خیلی خوب پسرم. برو یه قورباغه چاق بگیر. من از اینجا مواظب هستم. میخوام ببینم چی کار میکنی. اگه اشکالی پیش اومد داد بزن. من اینجا هستم. چقدر بار خوبه. این فصل خیلی خوبه. هیچکی مزاحم نیست. چه آبتنی خوبی کردم. آره بهتره. وای 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 خدای من چه خطری. الان منو میخوره. وای 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 وای. اون مرغابیه. نجات پیدا کردم. بهتره دوباره آبتنی کنم. بهار خیلی خوبه. فصل بهار خیلی خوبه. اینطوری امکان نداره بتونیم شام بخوریم. یعنی این پسر کجا رفته؟ نه خیر مثل این که افتاد توی آب. سر پیری تو درد سر بزرگی افتادی. چه بدبختی. آخه منو چه به بچه تربیت کردن. خرچه بگذاری اون پسری سعی خودش رو میکنه. گرفتمت. موچه کوچولو یه مرغابی گنده تو اینجا چه کار میکنی؟ نمیشنوی اینجا چه کار میکنی؟ تو کی هستی؟ از من چی میخوای؟ اینجا تو قلمرو من چه کار میکنی؟ کی اجازه داد اینجا شکار کنی؟ من پرسیدم تو کی هستی جواب بده. اینقدر من نکن. من ووکم پسر کار و این مرغابی رو به تو نمیدم. مال منه چون خودم گرفتمش. پس مال خودم. که فرمودین اینو نمیدیش به من ها؟ این خیلی جالبه. نیم وجبی. اگه تا یه دقیقه دیگه از اینجا بیرون ندی پوستتو میکنم. میفهمی چی میگم؟ از اینجا برو بیرون. یه دقیقه صبر کن ببینم. تو پسر کاک هستی؟ نوه ووک بزرگ هستی؟ ببخشید من اول عصبانی بودم درست متوجه نشدم. خب پس تو ووک کوچولو هستی؟ آره باید خیلی زودتر متوجه میشدم. ووک کوچولو فامیل کاراک معروف. کاراک مورد علاقه همه است. حتما شکار کردن و کاراک یادت داده. البته اینجا قلمرو کاراکم هست. من داشتم رد میشدم که تو رو دیدم و فهمیدم که فامیل کاراک هستی. فهمیدم. شما خیلی راستی لطفا به کاراک بگو اگه اشکالی نداره یکی از این روزا یه سری بهش میزنم. اینقدر چرب زبونی نکن تا عصبانی نشدم. بزن به چاقو از اینجا برو. من تو رو میشناسم. میدونم اگه اینجا نبودم چه بلایی سر این بچه میآوردی. خیلی خوب میرم. امیدوارم استخوناتو کرما بخورن و کلاغا چشاتو در بیارن. تو یه موجود کثیف و پس هستی. بی مصرف از خود راضی. بی مصرف حق باز میدن. ای ببی خاصیت بدجنس. آره داری بود. آفرین بود که کوچولو. از مرغابی ما دفاع کردی. مرغابی ما نه. مرغابی من. خیلی باحال هستی. خب معطل چی هستی؟ تقسیمش کن. خب اون
ورش مال تو، این ورش هم مال من. تو میخوای گردن و مغزشو بخوری؟ خب تو گفتی من تقسیم کنم، منم اینطوری تقسیم کردم دیگه. خیلی خب شروع کن که کوچولو. ولی باید بهت بگم که تو یه روزی بهتر از همه ما میشی. وقتی اون روز رسید کارا که پیر رو فراموش نکن. هر چند وقت یک بار سری بهش بزن. همین الانم به فکر تو هستم کارم. خدا حفظت کنه نجب روزگاری شده. خیلی زود بهار گذشت و تابستون شد. شکوفه ها باز شدند و برگ های کوچیک رشد کردند. همینطور ووک از نظر جسمانی بزرگ شد و در کنار کاراک تجارب زیادی کسب کرد. با هم به جنگل ها و مزارع می رفتند و زندگیشون می کردند. نگاه کنید، اون چلچله های چیزی اونجا دیدن. با چند تا روباه رو فراری بدن. ولی صبر داشته باشید. به همین زودی های مزرعه رو درو میکنن و ما هم اینجا هستیم. من و تو و فیکو. بابوک ببینم از سایه این درختها به عنوان پناهگاه تابستونی خوشت میاد. اینجا هیچ کس مزاحم ما نخواهد شد. اون شکارچی هم نمیتونه ما رو اینجا پیدا کنه. جای خوبی پیدا کردی کارک. دیگه وقتش بود که ما یه خونه جدید پیدا بکنیم، چون اون یارو فهمیده بود ما تو غار زندگی میکنیم و نمیذاشت یه لحظه استراحت کنیم. بوک کجا داری میری با تو هم؟ خیال داری چیکار بکنی جوون؟ راستش فکر کردم یه گشتی تو این مزرعه بزنم ببینم چه خبره. البته اگه شما اجازه بدین و مخالفتی نداشته باشین. بسیار خوب، ولی مواظب خودت باش. یادت باشه به اون خونه ای که اون یارو زندگی میکنه نزدیک نشی و هرگز فراموش نکن اون هر جا که میره اون چوب صدادار همراهشه. بوک شنیدی چی گفتم؟ امیدوارم فهمیده باشی. بله فهمیدم، تمام حرفاتونو شنیدم و همونطور که گفتین عمل میکنم. اصلا نگران من نباش پیرمرد، کاملا مواظب هستم. کوچولو من اذیت میکنی الان میگیرم. آخه برای چی اینقدر اذیت میکنی بچه؟ هر کاری بکنی نمیتونی از چنگ من فرار بکنی. دیگه بیاسود میگیرمه. اون وقت حساب خدمتت میرسم که دیگه منو نمیتونی اذیت بکنی. اصلا کار خوبی نکردی. آخه چرا باید با دوست قدیمی خودت اینطوری رفتار کنی؟ حالا این همه شتاب و عجله برای چیه؟ من اگه بخوام بگیرمه میگیرمه. برای من گرفتن تو کاری نداره. میگی نه حالا تماشا کن ببین چطوری میگیرمه. دیگه بالاخره گرفتمه. دیگه نمیتونه چنگ من فرار کنی. دیدی گرفتمت زاغ کوچولی من. آمد ای مرداز کسی، ای قاتل پرنده این بیدفاع، از کاری که با من کردی پشیمون بشین. حالا صاحب تا برچستم نشونت بدم. ستا کارای قشنگ منو دزدیدی. واقعا گرم شد. به سگا میگم انتقام منو از تو بگیرم. به همشون میگم بیان دنبال تو. برای قشنگ منو میگیری. خدمتت میرسم. پس خونه شکارچیه اینه. خونه‌ای که کارا که پیر انقدر ازش وحشت داره اینه. کاش میدونست این طرفا چه چیزای خوبی برای یه روباه گرسنه وجود داره. بیچاره فکر میکنین اون از روی محبت به شما غذا میده؟
چی کار میکنی؟ شما هم از خدمتکارای این یارو هستی؟ نه خجالت بکش، دروغ نگو. از جنگل خوشت نیومد، از چیکار کردن که کار خطرناکیه خوشت نیومد. برای چی این حرفا رو میزنی؟ اذیتم نکن. من این زندگی رو انتخاب نکردم. منو بازور آوردن اینجا. وقتی هنوز خیلی کوچیک بودم منو آوردن اینجا. خیلی خوب، پس برای چی فرار نمی‌کنی بری؟ برای چی اینجا موندی؟ برای چی تصمیم شدی؟ سعی کردم. بارها سعی کردم فرار کنم، ولی این قفس‌ها مثل قفس‌های کهنه از چوب ساخته نشده. بیچاره راست میگی. خواهش میکنم از اینجا نرو. ازت خواهش میکنم نرو. چون بالاخره تونستم یکی از همراهای خودمو ببینم. تو رو خدا بمون. نمیتونم، چون عمو کارک منتظر منه. میدونی ما هم قرار بود. نباید منو تنها بذاری. حالا که تو رو دیدم دیگه نمیتونم اینجا موندن و تحمل کنم. باور کن من باید برم، ولی خب دوباره برمیگردم. مطمئنم عمو کارک کمک میکنه یه راهی پیدا بکنم که بتونم بیام پهلوی تو. قول میدی؟ به قولت پابند باشو دوباره برگرد اینجا. خیالت راحت باشه، پیرمرد حتما کمک میکنه. اون خیلی عاقله. نگران نباش، ما برمیگردیم. قبل از اینکه سرما بخوریم بریم تو. مثل اینکه حسابی خیز شدی نه؟ عجب هوای بدی. تو اینجا چی میخوای؟ برم برگرد برو جای خودت. چی فکر کردی؟ بیرون برو بیرون. قبل از اینکه عصبانی بشم بگم حسابی تنبیه میکنم. نه چیه؟ دیدی چطوری ازش اطاعت میکنن؟ عجب شرم‌آوره. ولی اون یکی رو دعوا کرد. بیچاره چون با اون شکار نمیره و تن به خواسته های شکارچیه نمیده، حالا باید زیر بارون بخوابه. ولی همه چی میگذره. خب معلومه همه چی میگذره عمو جون، ولی اگه یاد گرفته بود چی کار کنه الان اونجا خیس نمیشد. هیچ میدونی کاری که خود ما میکنیم واقعا احمقانه است. جونمون در خطره. نکنه میترسی عمو جون؟ دست بردار بابا. آره میترسم، من میترسم. هیچ روباه عاقلی نزدیک اینطور چیزا نمیاد. قول دادم کاراک، من بهش قول دادم. پس بریم. ولی باور کن به خاطر خودم هم بودی همچین کاری رو نمی‌کردم. این هرگز فراموش نکن بوک. حتما عمو جون، و شما یادتون باشه که شکارای من مال شمام هست و همیشه همینطور خواهد بود. حتی وقتی که پیرتر بشی برای همیشه. باید زنده بمونیم تا اون روز رو ببینیم. اومدین، چقدر خوشحالم که اومدین. الان مدت زیادیه که منتظرتون هست. این کاراکه. میبخشی کاراک که جلوی رود دارم میگم. باید بدونی که کاراک شجاع‌ترین و عاقل‌ترین روباهه. من روباهی رو سراغ ندارم که از اون بهتر باشه. تمام چیزایی رو که بلدن اون یادم داده. ببینم اسم خودت چیه؟ من هنوز اسم تو رو بلد نیستم. دیگه کافیه. این حرفاتون رو بذارین برای بعد. بهتره شروع کنیم به کندن. باید قبل از بند اومدن بارون کار رو تموم بکنیم. فهمیدیم؟ بله. تو هم برو کشیک بده. بهتره مشغول کندن زمین بشی. هر کاری که من میکنم تو هم بکن. من نمیتونم. ای حرف نزن، کارتو بکن. بهتره وقت رو طلب نکنی و زمین رو بکنی. پنجه‌های من ضعیفه، نمیتونم زمین رو بکنم. که اینجا بزرگ شدی تفلکی. خیلی خوب سعی کن. بوک یه دقیقه بیا اینجا زمین رو بکن پسرم. من دیگه جلوتر نمیتونم برم. تنگه، نمیتونم اینجوری زمین رو بکنم. میخواین منو تنها بذارین؟ میخواین از اینجا بریم؟ همون کارش لطفا یه فکری بکنیم. ما باید یه راه حلی پیدا کنیم. نباید بذاریم این اینجا تنها بمونه. مگه نمیفهمی دیگه امکان نداره. زمین خیلی سفته. دستان ممکنه بشکنه. گفتی شکستن عالی شد. خب میشکنیم. درسته، باید این قفس رو هر چه زودتر بشکنیم و این از توش در بیاریم. بک سب کن برم بزن. چی کار میخوای بکنی؟ آقا این چه کاریه میکنی؟ فایده ای نداره. بیا کمکم کاراک، تو هم برو یه گوشه بشین. باشه میرم. برو کنار کاراک، راه افتاد.
باید صدا از همین نزدیکی ها باشه. ساکت باشید. خیلی خب دیگه کافیه. یه صدا بیشتر نیومد. چیزی نیست. برای چی اینقدر سر صدا میکنی؟ نمیدونم چی باید بهتون بگم. کاری رو که شماها برام کردین هیچ وقت فراموش نمی کنم. از بوک تشکر کن. اون این کار رو کرد. بوک، حالا تو منو ببخش که جلوت میگم. بذار یه چیزی بهت بگم. این اواخر در طول عمر من روباهی به این عاقلی، به این زیرکی این طرفا دنیا نیومده. اینو باور میکنی؟ بله که باور میکنم. باید بگم که کرک پیرونو بزرگ کرده. درسته، کاملا درسته. اما اون حالا خسته است. لطفاً کمی استراحت کن. تو میای با ما زندگی کنی و با ما باشی؟ ببینم میتونه با ما زندگی بکنه؟ البته که میتونه. اینجا برای هر سه ما جا هست. فعلا از همه بهتر اینه که بخوابیم. واقعا عجب روزی بود. هرکس امروز رو فراموش نمیکنه. من دیگه خوابیدم. انشالله خوابای خوب ببینید. به خاطر همه چیز ازتون ممنونم کارک. و همینطور تو بوک. خب دیگه بگیر بخواب. حاضر باش باهور. حاضر باش. باریکلا. من میترسم. نه ترسیم، میریم به طرف جنگل. چون با این سر صدا اونا میتونن ما رو غافلگیر کنن. حاضر شید. صبر کنین، اینطوری هم ممکنه خطرناک باشه. کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم. گوش کنید چی میگم. سعی کنین خیلی نزدیک هم نباشین. اینطوری حداقل یکیمون ممکنه سالم بمونه. من میترسم. اگه میخواین بریم دیگه. صبر کنین، میرم سر گوش یاب بدم. اوه، نرو. جانم جان کوچولو قرمزن بیا دیگه بیا شام منو برام حاضر کن خیلی گشنمه ببینم تو کجا داری میری نه اون طرف گفتم نه اون طرف بچه داره فرار میکنه خیلی قیب شد شکارچی جلوی جنگل منتظر ما وایساده. فقط از اون طرف میتونیم فرار کنیم. خیلی خوب بوک. پس منتظر چی هستی؟ من میترسم. کارک، میدونم که تو هم بزرگتری و هم عاقل‌تر از من، ولی این دفعه به حرف من گوش کنه. هر چی میگم انجام بده. حالا دنبالم بیا. باشه. هی بچه دارم فرار میکنن نگاه یه روباهه. 2 تا، نه 3 تا. برو جلوشونه بگیر. حاضر باش گاز بگیرن. اونا دندونای تیزی دارن. باشم بگیرنشون دیگه بیار جان من که تاله همچی بیارزایی ندیدم آقای شکارچی برای چه شلیک نمی‌کنید پس منظر چی هستید آخه یه کاری بکنید اونا دارن فرار میکنن من فکر نمی‌کردم اونا به طرف صدا فرار کنن. میدونستم بالاخره این مرد بیارده با اون توفنگ شام خوشمزه منو هدر میده میدونستم وای افتاده رو سرش برای چی به من شلیک میکنید نه همینجا باش. شاید هم با تو باشه. 3 نفری با هم شانس زیادی برای فرار نداریم. گوش کن چی میگم کارک. میدونم از تو کوچکترم ولی لطفاً گوش کن. شکارچی همین حاله با چوب صدادارش داره انتظار ما رو میکشه. اگه ما رو ببینن کارمون ساخته است، ولی اگه اینجا مخفی بشیم و تکون نخوریم ممکنه متوجه ما نشن و شاید یه جوری بتونیم جون سالم. روباه اونجاست.
کجاست؟ اون جلوی بود تو آقای الان خدمتش میرسه. بود تو کار من. نه صبر کن. گفتم نرو کارک، چرا گوش نکردی؟ چرا؟ بهش نگو. فکر کنم الان سالمون میتونی نه تکون خود دراز میکش. تونستی بزنیش همو پیسا؟ البته که زدمش، دیگه از دستش راحت شدم. ولی بالا بردنش از اون پایین کار خیلی مشکلیه. نه ولش کن، بالاخره کلاغا باید یه چیزی گیرشون بیاد. همین که چون مرغامو نجات دادم برام کافیه. آره حق با اومدین نگران شما بودم. ببینم شما صحیح و سالمین. بله ما کاملا سالم هستیم کارک. شما بدجوری زخمی شدی؟ راستش از این بدتر دیگه نمیشه دخترم. اما چیزی نیست میگذره. نمیدونم چرا اینقدر خسته هستم بوک. آقا چرا این کارو کردی کارک؟ چرا؟ دیگه ازم نپرس. اگه تو هم جای من بودی همین کار رو میکردی. میدونی پسرم راه دیگه ای وجود نداشت. اگه من این کار رو نمیکردم اونا بالاخره ما رو پیدا میکردن و همه مونو میکشتن و شما ناکام میمردین. من این کار رو کردم که شما دوتا جوان سالم بمونین. ولی کارو که چیزی نگو بک. میدونی پسرم تو حالا خیلی کار داری. درسته شکارچیه با اون چوب صدادارش منو کشت، ولی روباهای دیگه که از بین نرفتن. شما باید انتقام منو بگیرید. وقت و هدر ندید بچه ها. برید تو غار من زندگی کنید. اونجا خیلی امن و راحته. امیدوارم زندگی خوشی داشته باشید. هر کسی سرنوشتی داره. کارک دیگه حرف نمیزنه بک. آخه چرا اون شکارچی این کار کرد؟ آخه چرا؟ بیا بریم بک. مگه نشنیدی گفت هر کسی سرنوشتی داره؟ گوش کن چی میگم ای روشنایی دهنده شب که اون تو آسمونا هستی. تو شاهد باش که من بالاخره انتقام کاراکو میگیرم. بیا بریم بک. شاهد باش که چطوری شکارچی عزیزترین کس منو کشت. اون به خاطر این کارش باید تنبیه بشه. خیلی خب حالا میتونیم بریم. بیای به آخرین خبر گوش کنی. نکنه باز میخوای غیبت کنی. حالا بگو ببینم چه اتفاقی افتاده. حتما این یارو بود دوباره واهو رو خیت کرده و سرش کلا بود. آره تقریبا همینطوره. واهو دیشب دوباره خیت کاشته و نتونسته بوکو بگیره. دلم خنک شد تا اون باشه که دیگه اینقدر به خودش نداشت. دیگه باید بیرون از خونه بخوابه. اگه این روبایی که من میشناسم تمام ثروت شکارچیه رو میخوره یا آقم روش نوش جونه. باهور دیشب وقتی تو چوزش پاره میشه عوض اینکه روباه رو تعقیب کنه دنبال پیکو میکنه. شاید اون نمیتونه فرق بین سگ و روباهو تشخیص بده. باهور دیگه جاد پای بخوری در نیست. باید بیرون بخوابی و رویش و مثل ما گشنگی حالا بکشه. گوش کنید به بهترین قسمتش. در حالی که باهور داشته پیکو رو به جای بوک دنبال میکرده، بوک که بعد جنس میره 12 تا دیگه مرغ و 3 تا مرغابی میدوشته. آیا یکی نیست به این سگه بگه سگ حسابی. آخه اگه کار حسابی از دستت بر نمیاد چرا مردم رو مسخره میکنی؟ جمعه به جلو پولتو برو واسه خودت تو بیابونا زندگی کن و تا همونجا به درک باشه. من اگه جای واهور بودم میرفتم یه جوری خودم رو سر به نیست میکردم. شرم‌آوره. من دیگه دلم نمیخواد زنده بمونم. این سگا چه مرگشونه؟ برای چی انقدر زوزه میکشن؟ پاشو برو تخم مرغا رو بیار. خیلی خوب چرا داد میزنی؟ آخه چند دفعه باید بهت بگم. این زن چقدر کم صبره. چی؟ ای موجود پس لعنتی کثیف. یعنی از کجا اومده تو؟ عجب روباه پس و بدجنسیه. هیچی از دستش در امان نیست.
ای بی ارزه ها، اون بازم اومده توی ماردونی و هر کاری خواسته کرده. کاش میتونستم بفهمم شما رو برای چی نگه داشتم، چون اون بدجنس هر وقت دلش میخواد وارد اینجا میشه. خب خدا رو شکر که در این قفس قفل کردم، وگرنه اینجا رو هم خالی میکرد. چه سگای بی ارزه‌ای، مفخورای بی مصرف، فقط بلدم بخورن و بخوابن. وای اینجا هم که خالیه. خدا لعنتت کنه روباه مکار، مگه دستم بهت نرسه؟ اینجا رو هم خالی کرده رفته. وای بذار ببینم قاسمم برده. بله اونا رو هم برده. میخواستم بفروشمشونا، ولی گفتم این واهور و پیکو مکار مواظبشونن. یه صداهای میاد، یعنی چی شده؟ نکنه من خیالاتی شدم، خدا میدونه. ببینم تو هم صدای شنیدی که خیلی عصبانی بود؟ من نمیدونم عصبانی بود یا نه، فقط میدونم که اونا یه چیزی درباره ما میگفتن، ولی چی میگفتن یادم نیست. میدونی چرا؟ برای اینکه ما از دست این روباهه زندگی درست و حسابی نداریم. زندگی رو سخت نگیر، فعلا که ما دستش فرار کردیم. بیچاره اون مرغا که با خودش برد. خدا رو شکر کن که زنده ایم. درسته که همیشه میگن ما زیاد قارقار میکنیم، ولی همین صدای ما باعث میشه کمتر روباها طرف ما بیان، چون میدونن با صدای ما ممکنه گیر بیفته. بله دوست عزیز. خب خدا رو شکر این دوتا سالم موندن، الحمدلله سالمن. باری کلا قاضای زرنگ، خوب کاری کردین که رفیق قایم شدین، وگرنه از بی ارزگی این واهور و فیگو سگای تنپرور الان شما تومه اون روباه بدجنس شده بودین. بهتره شما رو یه جا قایم کنم. دارم خفه میشم، گوش کن چی میگم. راستش هیچ بدم نمیاد یه نفر منو بغلم کنه، چون پاهم درد میکنه، ولی این بی انصاف همچی داره ما رو خرکش میکنه که دارم خفه میشم. داره نفسم بند میاد. وای واهور فیکو اینجا. ای بی ارزه ها گوش کنین، فقط همین دوتا قاز برام باقی مونده. اگه اینا رو هم بدوزن دیگه چیزی ندارم. دیگه چی گفت؟ این شامل حال تو هم میشه. یه ذرم تو مسئولیت قبول کن، همه بارا رو شونه منه. خوب گوش کن. بنابراین اگه این دوتا رو هم بدوزن پوست شما رو زیر پایی میکنم و میندازم جلوی تختم. دیگه میل خودتونه، شنیدین؟ شنیدین ما چقدر مهم شدیم؟ شنیدین یارو چی گفت؟ راستش من مانع انجام وظایف اونا نمیشه. شنیدی که اگه اتفاقی برای ما دوتا بیفته این دوتا رو میکشه و پوستشون رو قرمزی در بیاد. پس من همینجا میگیرم میخوابم. من که ندارم که بخوابیم، ولی از بس که اون جمعه موندیم تمام تنم گس میکنه. بیا یه ورزش کنیم. باش. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 مواظب باشید. ما میخوایم استراحت کنیم. نباید غافل بشین، وگرنه پوستتون کنده. ساکت. بله؟ شما حق ندارید با این موقعیت بعد انقدر سر صدا بکنید، فهمیدین؟ راست میگه، یه خود آهسته تر حرف بزنیم، وگرنه ممکنه خدای نکرده کار دست خودمون بدیم. پس بهتره ازشون معذرت بخواد. ساکت. خیلی خوب، ساکت میشیم. این واقعا خیلی شرط ماوره. آخه چرا این حرف رو میزنی؟ مثلا من یه سگ شکاری هستم، ببین به چه روزی افتادم، یه قازچرون. چی داری میگی؟ پس من چی شدم؟ تو فکر میکنی من در ناز و نعمت دارم زندگی میکنم؟ به فکر خودت هستی، تقصیر خودمونه که به این روز افتادیم. اینقدر خودتو ناراحت نکن، آخه مگه چه اتفاقی افتاده؟ خواهش میکنم جدی باش، این موضوع رو جدی‌تر بگیر و انقدر خونسرد نباش. مگه نشنیدی چی گفت؟ اگه این دوتا قاز سرقت بشن حساب من و تو پاکه و برای همیشه باید. چه بلایی سر بودی، اصلا نمیتونم فکرشو بکنم. بوی روبا میاد تو میفهمی؟ فکر میکنی من انقدر خنگم بهتره مواظب قازا باشی؟
اجازه میدی یه چیزی بهت بگم واهو؟ لزومی نداره، خودم هم میدونم یه استخون افتاد جلوی خود. یه چیزی داره زمین رو تکون میده. بچه‌ست داره یه کاری میکنه، کاش میدونستم چی کار داره میکنه. تو دیدی یه چیز گردی اومد از جلوم رد شد، یعنی چی میتونه باشه؟ اینقدر حرف نزن، بهتره حواست به کار خودت باشه. اون دلش میخواد که تو حواست پرت بشه که کارشو انجام بده. من یه صداهایی دارم میشنوم، تو چیزی نشنیدی؟ نه موفق نشده، هنوزم اون دوتا پیشمان. ولی فیکو کجاست؟ فیکو کجایی؟ من اینجا ولی واهور فکر میکردم که تو گم شدی. من اینجا هستم ولی یکی از قاضا نیستش. به نظر من وقتشه که بریم دنبال یه کار دیگه. آره بهتر هرچی زودتر این کار رو بکنیم. بالاخره به من نگفتی که منظورش از زیر پایی چی بود؟ وقت توضیح دادن نیست، دنبالم بیا. ببینم تو آخرین خبر شنیدی؟ نه بگو ببینم چه خبر شده. باهول با فیکو دست به یکی کردن و از سر کار فرار کردن. حالا باید تو بیابون جوسه بکشن. بیچاره ها چند سال بیشتر نمونده بود که باز نشسته تو خونه شکارچی فقط 2 تا غاز مونده بود که یکیشم دیشب برده. مگه میشه باور کرد؟ حالا چیکار میتونم بکنن؟ نمیشه کار بدون اینکه چیزی بگن گذاشتن رفتن. حتما اون علالای آشغال نگه میکنن. مگه نشنیدی که میگن هر که خربوزه میخوره پای لرزشم میشینه؟ خیلی خوب صبر کن بدجنس، این دیگه آخرین لقمتش میکنی. ببینم تو چیزی پیدا کردی؟ فقط یه حل از اون. آخه اینم شد غذا که تو رو سیر بکنه. آره تو چی ها؟ یه قورباغه پیدا کردم ولی فرار کرد رفت. لابد فکر کردی که تو از قورباغه خوشت نمیاد. شوخی رو بذار کنار، بهتره بریم به طرف دریاچه، اونجا ممکنه یه چیزی گیرمون بیاد. خیلی خب من که حرفی ندارم، بیا بریم. غذاهایی میخوردی؟ نه انقدر حرفشو نزن، بالاخره ما هم یه روزی داریم که یه جوری درست میشه. بیا بریم. که اشتباه نکنم در همین نزدیکی ها باید گوش باشه. خیلی خوب فکر کن، مثل اینکه روزی ما داره جور میشه. دنبالم بیا. بالاخره گیرش انداخت. شما این موجودات بدبخت. نگاش کن ببین چقدر باهوشه و چقدر زیرک و فرزه. خیلی به تو شباهت داره بود. همینجا میمونیم بود. یادت کاراکتر آخرین لحظه به ما چی گفت؟
گفت قار من خیلی امنه و خیلی هم جا داره و این جایی که ما واقعا احتیاج داریم. مگه اینطور نیست بود؟